خب ببین داداش این لنتشو وقتی در میاری بله. دو تا پیچ بالا پایین رو صفر میکنی، پمپش داخلش لنت نیست ولی گیره. ببین اصلا تکون نمیخوره. خب اینجا وسطشو ببین خط افتاده، این خطا نباید بیفته وسط افتاده یعنی این زخیم گیر میکنه. یکم فقط بدین تراشکار 1% از روش کم کنه آزاد میشه. ببینید اون پمپایی که رو تیبا یه طرف لنت و یکیشو تمام میکنه که میذاره شما باز کنیم کاش در بیاره به این صورت وسطش خط افتاده. فقط کافیه بدین تراشکاری. ببینید این 16 یه واضح بشه، این 16 یه نیم میل فقط بدین تراشکار نازکش کنه مشکلتون حل میشه. خرابش کرد دو تا شاور جرا با تو شروع ولا